اینم داستان بافنده های فرش طلا و دستان هنرمند خالق این اثر شناسنامه دار. خانم آفرین، این فرش رو چند وقته که داریم میبافین؟ الان نزدیک 4 ساله. چقدر دیگه زمان میبره تا تموم بشه؟ انشالله امسال تمومه. خانم آفرین، چند نفر با هم دیگه این فرش رو داریم میبافین؟ 3 نفر. شما و مادرتون که کنارتون نشستن و خالتون هم که این طرف فرش هستند. بله. این فرش تمام ابریشم درو بسیار ریز بافت و این ریز بافتی باعث میشه که خیلی زمان ببره برای بافتنش. یعنی بافنده در روز شاید بتونه 1 رج یا 2 رج از این طرف و 1 رج از اون طرف رو ببافه. حدود 140 رج بافت داره. یک طرفش ته باغ بهشت هست. اگه توجه بفرمایید شیرازه بسیار ریزی در کنار فرش هست و گلیم بسیار عالی که گلیمش هم حتی درو بافته شده و این طرف هم طرح نشک کننج هست. یک طرح بسیار زیبا با رنگبندی متفاوت. این ویدئو رو بفرست برای هر ایرانی که با دیدن این دختر هنرمند ایرانی چشمش پر از غرور و امید میشه.